سلام، خوش اومدید به اولین مینی ولاگ من. امروز ایرپورت استنبای داشتم از ساعت 12 تا 4. همینجوری نشسته بودم توی فرودگاه که دیدم موام وز شده. من همیشه این مشکل با موام دارم چون موام فره. دیگه حوصله‌ام سر رفت، اومدم توی ماشین با یکی از دوستام قهوه خوردیم تا تایم بگذره. خدا رو شکر همه پروازا فول بود. از کرو هیچکی ریپورت سیک نکرد، هیچکی نوشو نداشت. منم برگشتم خونه، هوام خیلی آفتابی بود. دیگه دارم میرم خونه. عاشق مسقطم. یه روزایی خیابوناش این شکلیه، هیچ کس توش نیست، خیلی خلوته. دیگه اینجا رسیدم خونه، یکم بلوبری خوردم، با یکی از دوستام قرار داشتم، منتظر بودم زمان بگذره. یکم اومدم ساعت رو ببینم که دیدم ساعت دستم نیست. زن روز دیدم. این فصل 2 شو خیلی دوست داشتم به خاطر اینکه یکی از بهترین دوستام که خیلی بهش افتخار میکنم، مهلا، شرکت کرده بود توش. اینجا دوباره حاضر شدم که برم دوستامو ببینم. یه همچین لباسی پوشیدم، خیلی رسمیه ولی خب اوکیه. همیشه یه کوچولو دیر میکنه دوستم. منتظرش موندم و خیلی دلم تنگ شده بود. خیلی وقت بود که همون ندیده بودیم. تصمیم گرفتیم بریم کافه. اینا گل من. میریم کافه فرح. رفتیم کافه فرح. اگه عمان زندگی میکنید احتمالا این کافه رو بشناسین. هم قهوه‌هاش خیلی خوبه، هم غذاهاش، هم صبحانه‌اش، هم فضاش خیلی عالیه همه چیز. سفارشامون سالاد بود با hummus. این از فضای بیرونش. توی روز دقیقاً روبروی دریاست. آدمایی هم که میان اونجا خیلی آدمای باحالی ان. این از hummus، این هم سالاد. می‌خواستیم رژیمی باشه دیگه مثلا. هم درست سس داره ولی اب نداره. دیگه بعد مدت‌ها نشستیم کلی با هم دیگه این شکلی حرف زدیم. زمان از دستمون در رفت و روز من انقدر خوشگل با دوستم تموم شد.